سرخط مهمترین خبرها: فاجعه در راه دوشنبه خوجند، 5 عضو یک عائله در صدمه جان باختند. رئیس دوما نیز از پیشنهاد منع ورود اعضای عائله مهاجران پشتیبانی کرد و تاجیکستان با اسرائیل تفاهم نامه امضا کرد. سلام بینندگان عزیز، هفته نو را برای شما شاد باش میگویم. برنامه نویدی بامدادی است با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان. امروز 22 سپتامبر سال 2025 است. در پی یک سانحه یا صدمه نقلیاتی در راه دوشنبه خوجند، 5 عضو یک عائله به هلاکت رسیدند. حادثه نیمه روز 20 سپتامبر در حدود ناحیه شهرستان رخ داده است. به اطلاع کمیته حالات فوق‌العاده، راننده امیربگ مرادوی 45 ساله با همسر و 3 فرزندش که خردترینشان 5 ساله بود در راه به دوشنبه بودند و به ماشین بارکش دولن برخوردند. به گفته مقامات احتمال سرعت بلند حرکت ماشین و مشکل شدن اداره آن به این فاجعه سبب شده است. راننده دولن را به بیمارخانه بردند. در نوار این حادثه که به شبکه‌های اجتماعی راه یافت دیده می شود که ماشین آتش گرفته است. مؤلفان نوار گفتند ماشینی که به دولن برخورد نقلیات برقی بود. سالانه در صدمه‌های نقلیاتی در تاجیکستان صدها کس کشته و معیوب یک عمر می شوند. ماشین‌های کهنه و راه‌های ناهموار، حرکت با سرعت بلند و رعایت نکردن قاعده‌های حرکت از سبب‌های مرگ و میر زیاد در راه‌های تاجیکستان گفته می شود. رئیس دومای دولتی روسیه از پیشنهاد منع ورود عائله‌های مهاجران به این کشور پشتیبانی کرده است. ویاچسلاو ولودین گفته است که مهاجرانی که برای کار به روسیه می‌آیند نباید اعضای خانواده خود را با خود آورند. پیشنهاد منع ورود اعضای عائله مهاجران به روسیه چند روز پیش در واخه ولادیمیر پوتین با نمایندگان پارلمان روسیه نیز صدا داده بود. سرگئی میرانوف، رهبر یک از جناح‌های دومای دولتی که با مخالفت شدیدش با حضور مهاجران کاری نام برآورده است، گفت مهاجران فرزندان خود را به روسیه می‌آورند و این حالت تحصیل در مکتب‌ها را مشکل می‌کند. ویاچسلاو ولودین رئیس دوما پرسیده است که مهاجران برای کار به روسیه می‌آیند، پس چرا اعضای عائله خود را همراه می‌آورند؟ دولت روسیه دوام یک سال اخیر قانون‌های سختگیرانه برای مهاجران قبول کرده است که یک قسم آن به خانواده‌های آنها ربط می‌گیرد. از جمله شروع از امسال فرزندان مهاجران تنها بعد سپاریدن امتحان از زبان روسی به مکتب‌ها قبول بشوند. تصمیمی که ناراضگی بعضی مقامداران از جمله پرزیدنت جمهوری تتارستانی روسیه را به میان آورده است. برمیگردیم به خبرهای تاجیکستان و اسرائیل در بخش اقتصاد و سیاحی تفاهم نامه امضا کردند. به نوشته رسانه‌های اسرائیلی این یادداشت تفاهم را حیم کس، وزیر گردشگری اسرائیل، و جمشید جمعه خانزاده، رئیس کمیته رشد سیاحی تاجیکستان، در حاشیه فورم بین‌المللی سرمایه‌گذاری در ساحه سیاحی امضا کردند. این همایش روزهای 18-20 سپتامبر در شهر دوشنبه برگزار شد. این اولین یادداشت تفاهم در زمینه اقتصاد و گردشگری بین دو کشور به شمار می رود. وزیر اسرائیل گفته است که برای تاجیکستان که اقتصادش به منبع‌های نوی درآمد نیاز دارد، استفاده از شیوه‌های چون هوسمند کردن سرمایه‌گذاری سیاحی و طرح‌ها در منطقه‌های دوردست فایده آور خواهند بود. رئیس کمیته رشد سیاحی تاجیکستان امیدواری کرده است که تفاهم نامه امکانیت برای تبادل دانش و سرمایه‌گذاری گردشگران در تاجیکستان را فراهم می‌کند. تاکنون تاجیکستان و اسرائیل اساساً در عرصه کشاورزی همکاری‌ها داشتند و حالا جانب‌ها تصمیم گرفتند که در بخش اقتصادی گردشگری هم همکاری نمایند. اگرچه تاجیکستان و اسرائیل در سال 1992 رابطه دیپلماتی برقرار کردند، ولی سفارتخانه‌های خود را در کشورهای یکدیگر ندارند. رابطه‌های تاجیکستان و اسرائیل بنابر اینکه دوشنبه همیشه در سطح دیپلماتی از ایران و حقوق فلسطینی‌ها حمایت کرده است، چندان گرم نیست. تاجیکستان در ماه ایون حمله اسرائیل به ایران و ماه سپتامبر حمله اسرائیل به قطر را محکوم کرده بود. رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان همچنین در مناسبت‌های زیادی از تشکیل دولتی مستقل فلسطین با پایتخت آن در شهر بیت المقدس شرقی در مرزهای سال 1967 حمایت کرده است. امری که اسرائیل با آن مخالفت شدید دارد و تأسیس کشور با نام فلسطین را در همسایگی خود نمیپذیرد. بریتانیای کبیر، کانادا و استرالیا کشور مستقل فلسطین را به رسمیت شناختند. انتظار می رود که این هفته فرانسه هم این کار را انجام بدهد. دولت اسرائیل از این تصمیم انتقاد کرده آن را تحفه به گروه حماس خوانده است. مارک کارنی، نخست وزیر کانادا، در بیانیه گفت که حکومت فعلی اسرائیل تلاش دارد به تأسیس کشور فلسطین راه ندهد. در بیانیه حکومت استرالیا آمده است که اعتراف دولت فلسطین یک قسم فشار بین المللی برای رسیدن به راه حل دو دولت می باشد. کیر ستارمر،
نخست وزیر بریتانیا در بیانیه گفت هرچند امید به حل نزاع از راه تشکیل دو دولت کمتر می شود، اما باید نگذاریم که این امکان پره از بین رود. همزمان با اعتراف دولت مستقل فلسطین، بریتانیا علیه گروه حماس تحریم‌های نو جاری کرد. حماس در اداره‌کنی دولت آینده فلسطین و تامین امنیت آن نمی‌تواند حضور داشته باشد، گفت نخست وزیر بریتانیا. گروه حماس قبلا از سوی آمریکا و اتحاد اروپا سازمان تروریستی شناخته شده است. وزیر کارهای خارجه فلسطین از اقدام سه کشور برای به رسمیت شناختن این کشور استقبال کرده است. دولت تشکیلات خودگردان فلسطین بخش غربی رود اردن را نظارت می‌کند. اداره نواری غزه از سال 2007 در اختیار گروه حماس میباشد. 25 سال پیش در این روز شاعر و روزنامه‌نگار معروف کارمند بخش تاجیکی رادیوی آزادی اسکندری خطلانی در شهر مسکو از طرف افراد نامعلوم کشته شد. همکارم محمود جان رحمتزاده با مناسبت سالگردی کشته شدن اسکندری خطلانی با نزدیکانش صحبت کرده این گزارش را آماده نمود. این عکس کودکی اسکندر خطلانی یادگاری از او در دست خواهرش است. آن وقت نه تنها سروینیسو بلکه کسی هم نمی‌دانست که روز اسکندر یک شاعر و روزنامه‌نگاری مشهور می‌شود. اویله ما بسیار خوشحالانه که زندگی می‌کردیم، اویله آموزگار. ما خیلی چیز را آرزو هم نمی‌کردیم و باور نداشتیم که مثلا برادر ما اینقدر مثلا شاعری توانا، شاعری وطندوز، شاعری خیلی بزرگ می‌شود. کودکان در خانواده‌ای که اسکندر خطلانی در آن به دنیا آمد 12 نفر بودند. سروینیسو زمان مکتب میونه را ختم کرد. اسکندر 22 ساله بود و در رادیوی کلوب کار میکرد. سال 1976 اسکندر، زبونیسو و سروینیسو به دانشگاه‌های گوناگون شامل شدند. اسکندر به دانشگاه ادبیات جهان به نام گورکی مسکو، زبونیسو به دانشگاه طبی دوشنبه به نام سینو و خود سروینیسو به دانشگاه کلوب. اسکندر همان سالها شهرت داشت و سروینیسو را در دانشگاه کلوب همچون خواهر اسکندر میشناختند و او افتخار میکرد که خواهر اوست. از این رادیو آوازی گیم خوشی زیبای مهربانانه برادرم را میشنیم. بسیار حسیات بلند وجود ما را افتخار میکرد. بله، وجود ما را در وجود ما حسیات بلند فراگیر بود و از این بسیار خرسند می شدیم. اسکندر خطلانی تا صنف 8 در مکتب رقم 2 شهر کلوب به نام ورشیلوف تحصیل کرده است. با گفته خواهرش همان وقت برادرش با خط فارسی در مکتب مشق و خودآموزی میکرد و به یک خطاط خوب تبدیل یافته بود. استادش نظرف رجبالی بود و ما از الفبای نیوگان درس میگفت و با یاری آنها یعنی خودآموزی خود را دوام داد و خیلی زیبا می نوشت. حسن خط زیبا داشت، هم با زبان تاجیکی هم با متن فارسی رو خیلی زیبا می نوشت. حسن خط خیلی زیبا داشت. اسکندر خطلانی و اسکندر ایدیوف سال 1954 در شهر کلوب به دنیا آمده است. پدر و مادر اسکندر آموزگار بودند. مادرش نیهالبی ناصیرова اکثرا با شعر سخن می گفت. همیشه چشم بر راه فرزند راه دورش بود. این پارچه را همیشه تکرار می کرد. خوشه بخوابر آید، یک سله کفتر آید، نوریده چشم مادر، اسکندر ایدر آید. اسکندر بعداً در تکنیکوم بیناکاری دوشنبه تحصیل کرده مدت در کار ساختمان بود، اما شور و شوق شعر و سخن او را به سمت دیگر برد. بعد از تحصیل کردن در وقت استراحت اومده در شهر کلوب در رادیوی کلوب با استاد اغنظر غایب کار و فعالیت میکرد و دائم آنها با شعرهای خود شبانه در یک جا نشسته با ترجمه ها و شعرنویسی خود مشغول بودند. هنوز سالهای تحصیل اسکندر برای بخشی در رادیوی مسکو کار کرد و سپس همچون ترجمان به افغانستان فرستاده شد. در آنجا او همچون استاد دانشگاه علوم سیاسی گشت. بعد از بازگشت مدت خبرنگار BBC در مسکو بود و سپس به رادیوی آزادی پیوست. 25 سال پیش او در درآمدگاه خانه‌اش هدف حمله قرار گرفت و درگذشت. قبر او اینجا در مزارستان کلوب است. شعرهای وطندوستانه، کارنمایی حق تلاشانه روزنامه‌نگاری و قضیه فاش نشده کشتارش نام اسکندر خطلانی را ماندگار کردند. به زودی مجموعه کامل ایجادیات او به نشر خواهد رسید.
بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 22 سپتامبر را فرا می‌گیرد. 22 сентябри соли 1998 дар назди манзилаш дар душанбе дар як сӯйқазди мусаллаҳона узви комиссиони оштии миллӣ Отахон Латифӣ кушта шуд. куштори журналисти маъруфи тоҷикро талоши латма задан ба ҷараёни сулҳи тоҷикон номиданд, чун ӯ яке аз ширкатдорони фаъоли музокироти сулҳ ва имзои созишномаи миёни ҳукумат ва мухолифон буд. чанд силоҳ ба дастро гунаҳгори қатли ӯ номиданд, вале бо ин вуҷуд асрори марг ва сабаби қатли ӯ то ҳол нокушода мемонад. 22 сентябри соли 2001 чанд рӯз баъди изҳори омодабоши Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ба мубориза бо терроризм дар Афғонистон, дар Душанбе президент Эмомалӣ Раҳмон гуфт Тоҷикистон ҳам омода аст ба ин ҷабҳа бипайвандад ва бо Иёлоти Муттаҳида ҳамкорӣ кунад. раҳмон гуфт Душанбе ҳамлаҳои террористии зидди Иёлоти Муттаҳидаро ки ҷони 3000 нафарро гирифт маҳкум мекунад. Тоҷикистони ҳаммарз ба Афғонистон давоми 20 соли ҳузури нирӯҳои байналмилалӣ аз ҷумла ба нирӯҳои фаронсавӣ кӯмак кардааст. сентябри соли 2018 нахустин гурӯҳи занони тоҷики ҳамсарони ҷангиёни узви гурӯҳи давлати исломӣ дар Бағдод ба зиндон маҳкум шуданд. дар маҷмӯъ додгоҳи Бағдод дар чанд моҳи баъдӣ 46 зани тоҷикро бо гуноҳи ҳамкорӣ бо давлати исломӣ ба зиндон, аз ҷумла 4 нафарро ба ҳукми қатл маҳкум намуд. аксари онҳо ки аз гумроҳӣ ҳамсаронашонро дар сурияву ироқ ҳамроҳӣ карданд, фарзандони худро ба ихтиёри давлати Тоҷикистон вогузор карданд. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسیه به 112 سامانه برابر از 100 دلار آمریکایی باشد تا 935 سامانه ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای 22 سپتامبر چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، مهلت جدا شده برای برنامه نوید به انجام رسید. لطفاً نظر و پیشنهادهای خود را با ما نویسید. خدا نگهدارتان.